سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام درباره یکی از عجیب‌ترین تأثیراتی که یه بازی روی کل صنعت گیم گذاشت حرف بزنم. بازی که به جای اینکه فقط شاهکار باشه، رسما سطح توقع همه رو خراب کرد. آره، داریم راجع به Red Dead Redemption 2 حرف میزنیم. بازی که هممون عاشقش شدیم، اما ناخواسته کلی آسیب به صنعت گیم وارد کرد. اولین ضربه‌ای که رد زد به گرافیک بازی‌ها بود. گرافیکش انقدر طبیعی، واقعی و جزئی‌وار بود که هر بازی جدیدی که میاد مردم سری میگن چرا مثل ردد نیست؟ به پای ردد نمیرسه. چرا نورش طبیعی نیست؟ چرا خاک انقدر واقعی نیست؟ یعنی ردد سطح رو غیر منصفانه بالا برده. الان هر بازی تریپل ای که گرافیکش یه ذره از استاندارد پایین‌تر باشه سری مقایسه میشه و خورد میشه. اما یکی از بزرگترین آسیباش دنیای بیش از حد زنده بود. ردد طوری NPC ها رو طراحی کرده که انگار واقعا زندگی میکنن، کار میکنن، غذا میخورن، خواب دارن، حرف میزنن و حتی به برخوردهای قبلیت واکنش نشون میدن. الان مردم انتظار دارن هر بازی جهانباز حتی با بودجه کم همون سطح از زندگی و واکنش پذیری رو داشته باشه. اما خب اکثر استودیوها چنین منابعی ندارن و همین باعث شده گیمرها تجربه های دیگه رو ضعیف یا حتی خالی حس کنن. آسیب بعدی مربوط میشه به جزئیات. ردد ریزترین جزئیات ممکن رو داره، از جای گلوله تا مدل پوست کندن حیوانات، از واکنش اسب‌ها تا فیزیک بارون روی لباس. این سطح از جزئیات باعث شد گیمرها ناخودآگاه از همه بازی‌ها توقع داشته باشن که همینقدر دقیق باشن. ولی اکثر بازی‌ها نه بودجه ردد رو دارن، نه زمانش رو دارن و نه حتی تیم عظیمش رو. در نتیجه هر چیزی کمتر از این استاندارد سریع انگ بیکیفیت میخوره. مشکل بعدی انیمیشن هاست. انیمیشن های ردد انقدر طبیعی و سینمایی هستن که الان وقتی توی یه بازی دیگه شخصیت به صورت سریع یه آیتم رو برمیداره مردم میگن چرا انقدر عجول، چرا مثل آرتور با احترام لیوان رو بر نمیداره. یعنی ریتم کند و سینمایی ردد باعث شد انیمیشن های سریعتر و گیم پلی های آرکیدی بعضی وقتا بیروح به نظر برسن. حتی ریتم کند بازی هم خودش تبدیل شد به یک معیار. ردد صبر میخواد، آروم پیش میره، شخصیت ها رو میسازه، داستان رو قطره قطره میریزه تو ذهن مخاطب. این باعث شد یه بخش بزرگی از گیمرها به ریتمای سریعتر عادت نکنن و بگن هر بازی که آروم جلو میره کسل کننده نیست، بلکه مثل ردد عمیقه. و شاید بزرگترین آسیبی که ردد به صنعت زد تبدیل شدنش به معیار مطلق بود. هر بازی جدیدی که بیاد، چه جهانباز، چه خطی، چه فانتزی، چه مدرن، همیشه یکی تو کامنت هست که میگه ولی به ردد نمیرسه و همین جمله خیلی از بازی ها رو ناعادلانه قضاوت میکنه. در واقع Red Dead Redemption 2 انقدر کامل و سطح بالا بود که سطح توقع گیمرها رو تا حد غیر واقعی بالا برده و این شاید بزرگترین ضربه‌ایه که یک شاهکار میتونه بزنه. ایجاد استانداردی که 90% صنعت حتی قادر نیست بهش نزدیک بشه.